زیارت عاشق تمامم. واقعا چه خبر؟ حاجی میگم من میدونی اردن پیش کی؟ داداش این پسر دیوونه است. کی؟ نگاه کن چی کار کرده رو موتور. ای آی یه پاشو گذاشته این من اینو داده بالا یه چرخ. ای آی یه دقیقه وایسا ای آی اینا هوش مصنوعی داداش اینا ببین هوش مصنوعی داداش با بی ام و 1000 ای آی چت جی پی تی امکان نداره. داداش این رسیده پیش بابا میبرم پیش خدا. سلام عرض ادب. خیلی چاکرم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیوی بالا سلام بعد مدت. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو هر دقیقه‌اش سورپرایزه. واقعا بچه اومدیم منو سویل آوردن تو فرشته. فرشته رو ببندیم. کلی فرشته هم اینجاست. این ویدیو تک تکش واقعا توش سورپرایزه. اما جا داره قبل از هر چیزی یه تشکر خیلی ویژه بکنم از بچه‌های زمانی کارس که این امروز رو در اختیار ما گذاشتن که بیایم پیششون و یه سری چیزای عجیب غریبی که تو تهران ندیدید رو بهتون نشون بدیم. این اولین ویدیوی این قسمته و قرار مدت دار باشه. اما داستان زیارت برای شروعش چیه؟ زیارت قبول میگن چیه؟ میخوام بدونم. کربلایی که رفتم. اما برای راه هتریک کردی؟ زشه. قراره که چیزای خیلی خفن بهتون نشون بدم. از کجا شروع کنیم؟ از کنام. حاجی این موتوره یا ماشین؟ داداش موتور بتمن. کنمه اسپایدره که مال بتمن بوده. الان تو ایران موجوده. چی؟ اسپایدرمن. من میشینم. من میشینم. دو تا از اول شروع کرد. این وزن منو داره. ما اینجا نمیشه. این فقط نگاش کن. نه وزن منو تحمل. آره. نه میشه. الان تو رو خدا گریه. الان وقت گریه است. میبرم. گریه ساده داره نمایشی. میبرم بیرون. آروم باش. یتیمی. ابو زمزم. دوا بخونه. میبرم. اما اینجا ببینید چی داریم. ببین اینو بهتون بگم که یواش یواش بهتون نشون میدم. قرار نیست یه سر همه چیزو ببینید. M1000RR که ازش توی ایران تا جایی که ما میدونیم یه دونه است و مدلش 2024 یا 2023. وقتی گاز میده چی میکنه؟ وقتی گاز میده چیکار میکنه؟ اینو بگیر. من میخوام اصلاف کنم. آقا نبره شما نمیدونم. من بهترین بوس زندگیم بود. این موتور یکی از تنها دستگاهیه که تو ایرانه و 26 حالت رانندگی داره. 26 24 دو تا اضافه گفتم. 24 تا حالت رانندگی داره و یه چیز خیلی جالب براتون میگم. حالا جدای از تراکشن کنترل و اینجور چیزا که داره، حالا بامداد بهمون اضافه میشه یه ذره دیتیلی بیشتر بهمون توضیح میده. اما این موتور میدونی چی داره؟ موتور داره. نه گوش بده. کلاس میدونی چی؟ حاجی یه هر 2 دقیقه قرار همین الان براتون یه دونه موتور دیگه اضافه کنم که تیر خلاص تمام موتور سنگینای ایرانه. اما بابا این موتور میدونی چی داره؟ حالت تک چرخ داره. شما رو می‌بینی؟ شیبو بهش میدی مثلا میگی 30 درجه بلند شد. 40 درجه از اون بیشتر بلند نمیشه. مطمئنی تیر خلاص در حال حاضر در همین الان ترکش آخره. همین الان 6 میلیارد. یه ماشین خیلی قشنگی دیگه هم داره. یه دونه 8 سیلندر میخوام براتون بیارم بترسید و قراره یکی ترسیدم. کلم میکرده میگم این نه صدایی داد نه چیزی. من چیزی 8 سیلندر داداش این چیزش آفه. کیتش آفه. آره کیت چی؟ منچستر. قراره که با اینا بریم دور بزنیم. قراره یه اتفاق خیلی خفن تو بچا ما رو آورد. فرشته داره میاد. بچا تو رو خدا تو کامنت ها بگید. موتور بعدی که داره میاد همش برای خودمون. گوش بده. موتور بعدی که داره میاد ببین چیه؟ H2R. نه H2 ZH. وا چه فرقی داره؟ ZH میشه نشست مرکز. درسته؟ اینجا بیا تو ویدیو ما. بیا این علمی که این بچه داره هیچ کدوم ما نه. از چی داره فیلم میگیره بزنه همونش شیرت میشه.
حاجی چه خبره امروز؟ حاجی ببین جیتیه. اگر من امروز فرشته رو به هم نریختم اینجا جی رو سری پیدا میکنیم. ببین نشون بده بچه کرج اکباتانیم امروز. نشون بده جی رو سری پیدا میکنیم. جی شما استارتش اینجاست. همون استارتش رو میکنیم. نداشت. همون یه جوری با کاتاف اومد تو صلاح. دارو میشه دشمه سوپر آره دیگه یه سری چیزایی داره. آره بچه این موتور از پشتش فایر بک. بچه منو سوال نمیدونیم اینجا چیکار میکنیم. تو میدونی؟ من که اصلا ندیدم. اصلا به قصدی داری که ما رو آوردی تو این لاکچری. ببین میخوام کامنت ها بشه مالامنته. اسم تو بگم واقعا اینجا گرونترین ویترین تهران. دروغه؟ آره 100 واقعا. ببین الان براتون ویترین زدم میلیاردی. حاجی پایین رو ندیدید. جدی دارم. نه دیگه گفتم سورپرایز یکی یکی بهتون نشون میدم. عاشق این موتورم. عاشق این موتورم. به چو برات آوردم. داداش به ام 1000 برات آوردم. داداش به اسبار. حاجی 180 اوه 350 درجه زد. دیدی؟ سوزوکیه؟ سوزوکی. چیز کوش. بامداد کو؟ سوزوکیه؟ بامداد 100 دو به بعد دیگه. بیکینگه دیگه درسته؟ بامداد 100 دو به بعد. بامداد دو شب. بامداد گفتی دو شب. تو اینجا رو نگاه کن. بامداد تو اینجا رو نگاه کن. دو سوراخ هست. هم اونوری من اینوری. حاجی عین جت میمونه. واقعا جدی میگم. اینو ببینید این چیه؟ این آره کسی که میشینه عقب اینو میگیره که نیاد. وای بعد دیدی کی باید بشینه عقب؟ دیدی که کی باید بشینه عقب؟ سامسری من میگی من میشینم چی میده عقب؟ نفهمید چی گفتم. بامداد چون گفت من یه فان خیلی چیز فانی گفتم اسم یکی از کسایی که اینجاست بامداده و من گفتم بامداد دو شب میرم بیرون باش. خب بیا اینجا ببینم آماده ای؟ ببین بیا به امشب دیگه با اون گیر میکنیم. یه سه موتوره بریم. سه تا موتور نامبرها رو میخوام براتون همون مثل که با سه تا کلیدش خورده. من چیزی که این ویدیو میرسه انگار ایرانی. آقا من و سهیل سکویا رفته واسه بیا اینجا واسه همون سام یه دور نشون بده. تو یه دور نشون بده. بعضی وقتا این عکس‌ها رو بذارید کنار. بعضی وقتا اینجوری میشه ببخشیدم. بامداد آمتی برامون این کارو اوکی کردن این ویدیو خفن رو برای شما انجام وظیفه کردیم. ما رفتیم تو یوتیوب. بله دیگه مشهور شدیم از اینا بعد. قراره اتفاقای خیلی خفنی ببینید. واسه برای ما اومدی بنر می‌زدن. ببین چالنجر خفن هم بغل سری بهتون نشون بدم. بابا سری پیج چالنجر رو بگو. 5700 همین 8 سیلندر. دایی تو اینا بود. چرا داده دایی برای دایی داده کاور سویله کن. دوزه. چی برای ما بخر میتونم براتون. برای مگه لعنتی. یدیم هم بچه قول میدم همه این ماشینا رو براتون بخرم. اگر بچه‌ها کامنت های این ویدیو رو به 20000 برو بابا چیشمون چی شد اونو میبرم گوش بده. وایسا. کامنت های این ویدیو به 20000 تا برسه. داداش نه. بیا بالا. بیا بالا. کی آقا یه گوش بده. اگر کامنت های این ویدیو 20000 تا بشه قول میدم یه دونه چالنجر بخرم. آقا به عشق هموسان بکنید 22000 تا. 24 گوش کن 24 ساعت میرم شو حسین 24 ساعتش هم میرم. اوی خرمون کرد کامنت 20000 تا بشه یه دونه چالنجر میخرم. کامنت ها نه بخش لایک ها. آقا پدرام من مامانم من به سپرد دست شما اگه من بیفتم به خدا یه خانواده عزادار میدونی دهنم الان تو خودت یا علی یا اول فصل خیلی سنگینم نه؟ بذارن کجا؟ آقا عمو دستشو بذار. عمو گفت ترمز گرفتم دستو بذار اونجا. علی اینو چجوری باید بگیرم فقط؟ منو بگیر. فقط تو رو بگیرم؟ علی خدا ازت یا امام زمان. یا ننم یا داداشی. خب سوهل مرد بچه من اکسوزشون بگیرم بکفایر میزنه. آقا پدرام این سوال فنی این با این میری تو خیابون چند نفر نگات میکنن خانوم؟ باید دل بدی به تابه.
یا ابوالفضل عمو کجا تو بگیرم؟ کجا تو بگیرم؟ آه دیگه خداحافظ، من گوشی رو بردم. سلام یوتیوبرها ریختن بیرون. به همه بگو من لاکچریم. به همه بگید فرم لاکچریه. بگید من لاکچریم. آره لاکچریم. خدایا یا ابوالفضل یا ابوالفضل عاشقت بودم یعنی. سلام. ولی واقعا به سوزوکی میاد سوهل، به خدا جدی میگم، به خدا. چیه اون؟ من لاکچریم داداش. یه دسته کو بده جونه من. ما لاکچریم. بگو باشیم لاکچریم. سام بگو سام. بگو حسین لاکچریه. بگو حسین لاکچریه. آقا بریم شد دیگه. پدرام میخواد گازو گوش کنه، موتورم پرت بشه پایین. گوشی پرت بشه پایین. آقا دارم قیافه دوست دیگه. بذار قیافه‌شو ببینم. ریدی یا نریدی؟ یه دور دیگه بلندت کنم. همون یه دونه بلند کنم فقط قیافه‌شو بگیرم. عجب دیوونه‌ای. چطوره؟ دکمه همون رو باز کردم. دکمه همون رو باز کردم، دستمو کردم دمه کجا. یو اول آجی جونه مادر وای بابا جان، مادر جان، مامان بزرگم، مامان لیا. همون میگم من یه ریز شاش زدم خب به کسی شاشیدم. سامسامری آجی من چیکارت کردم؟ چرا اون جان لاکچری هایش میری منو نمیبری؟ منو بدبختی. چرا داداش؟ اون پشت لاکچری اصلا نبود. انقدر قشنگ بودم میگم از بغل من ریده بودم. آره منم یه ذره بشم برام بلند کنه برینم. واقعا که بهتر روزای زندگیمونه واقعا. جدی؟ واقعا میگم همه من بچه‌ها گم. بچه‌ها زحمت کشیدن، من هیچ کاری نکردم. من ریده بودم اینجوری. زجرشون دارم میدم تو خیابونای تهران. آجی عمو رفیق من نگران حسین بودم. ببین ولی نشستی پشت دست فرمون یکن نامبروان تایید اینجا. چه اخلاقی داره اصلا عاشقشم. بچه خاکی هم. ببین انقدر خندیدی پشت موتور. ببین یهو وسطش دست انداختم. رفتم بود؟ آره بگیر بچه سریع بگیر من بریم دیگه. تو ویدیو دیگه عکس چی می‌خواد؟ پارلمنته. اینو ادیتور اینو عکس کن بذار روش. هر ویدیو برده. خدا داری. جاشون عوض شد. سام نشست رو موتور، من نشست. حسین رفت. من از پیش داش پدرام اومدم پیش علی آقا خدا رو شکر منو نجات داد. سام رفت پشت اشتو. یه دستی مری حرف اینجا رو با یه دستی ها چی؟ داداش مگه میشه با یه دستی که موتور رو بلند کنه؟ حالا بچه هم بیام. دو تا موتور بیان همه دو تا موتور
بریم. من اینجا چیکار میکنم؟ سام یه جمله راجع من بگو. میگم به خودم. آره. خودتو قشنگ آماده کن که بعدی تویی. نمیرم داداش، من نمیرم. به قرآن نمیرم. یا علی ولد. وای علی وای سام عاشقتم. حسین یا علی زمانی چی کار میکنه پای بی ام وی. بالا بنته کلیدم میفتم کیک سالو پارم میشد. اگه با موقع یه چیزی میشد سامسامره داره با گوشی یکی از خفن ترین از لحاظ اخلاقی رانندگی واقعا در از یکه. چالش یاری 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 وای پشما پشما آجی مرد رو به چشم میده. پدرام بد دیوونه ای. کردم. میدونم این ویدیو رو ببینید دیگه با بعد متزنی میدونم، ولی عموسام گفت به خدا عموسام گفت خودم پشمام ریخته بابا. بزن آجه این دکمه همون رو باز ای دکمه همون رو باز میکنه. آها منو باز برو یه برو چرد شده اینجوری شد. ایدیوت دیگه برو برو خودم ویدیو گرفتم. عاشقتم حاجی، عاشقتونم. بچه ها با موتور اومدن دنبال ما، انقدر دارن عشق میدن پشمام ریخته. چرا اینقدر عشق میدی شما به خود؟ کم داریم وارد پیس میشیم. من یه رفیق داشتم خدا رحمتش کنه، سالار چارسی بود خدا رحمتش کنه، رفیق خوبم بود واقعا. سالار خفن ترین آدمی که بعدش دیدم پدرام بود. شب‌های نیایش سالار. حاجی میگم بنده خدا سرویس شد، من واقعا شاشیدم. چشام نمیبینه دیگه من. یه بشین مادرم صداش میره. همش نگاش کن. حاجی واقعا جدی بهتون میگم لایی میکشه رو تک چرخ لایی میکشه. بعد من پام در میره رو موتور. یه دستی چجوری در بچه ها ما امرو اومدیم با پدرام خلوچل بیرون. داری میری مسخه؟ آره یه ذره میخوام برم ببینم. واقعا میری؟ برو تک چرخ. حاجی این چیه؟ من 10 سالگی یه جست عکس اینجوری دارم. من سنگین بودم. یه رژیمی باشگاهی دو تا آنچه داداش توی چهارشونه است. چهارشونه؟ تا یلمونه بابا. آقا این باز سامسامریه
حالی میده حاجی، واقعا توی دیگه است. داشتی منو داره میبره به قرآن میدونی سام الان با این موتور پلیس که افتادم باید چیکار کنی؟ در ببین این تیم باخت نداره، این تیم باخت نداره. دیگونش نشق بزن حالا بزن واقعا اینا بعد موتورهای میدونم داداش یه چوسه بهش گاز میدی بلند میشه. دیوونست داداش دیوونست. مردم رفیقم اشتوار میخواد بگیره، کلی زحمت کشید، زیارت رفت، 1000 تا بدبختی کشید تو الان پشت اشتواری. آقا جان مگه نمیگم نرو. یه سال 2 سال دیگه این صدام دلی قد کن نشونت خفن بکشی ها. حاجی آتیش نگاه چیکار کردیم اینجا رو حاجی. عاشقتم نگاه کن اونجا رو. خیلی عجیب غریب شد. من برگشت رو با ماشین دارم میرم. بنده خدا چیز شده، بنده خدا کمرش درد گرفته بوده، خیلی سنگینه. من دیگه با ماشین دارم میرم دیگه. سام صابری رو مشاهده میکنید با فله حسین. سام راننده از فله شاگرده. سام الفر حسین من در رفتم. برو گم شد. یا خدا اچه من تو ماشینم نشستم داری تو میری باورم نمیشه. حالا ترافیک شد تا اومدم بگیرم، یعنی من نشستم تو هرجا باید اینجوری بریم حاجی، باورم نمیشه. با پرادو یعنی ماشین گنده است. واقعا یکی از زیباترین تجربه های زندگی. علی آقا پدرام بیا یه دقیقه تو ما. واقعا پدرام دیوونه نیست. لطف داری شما. من دارو تحسین میکنم. یکی از بهترین تجربه های زندگی امروز. یکی از خفن ترین هاست واقعا. پشتش انگار نشستم تو ماشین، به جون مادرم دارم اصلا. نه الان دیگه تو رو نکن. ساسا هوا من پدرام من سامسا داری. من تو ماشینم نشستم داشت ویراژ میداد، باورم نمیشه ویراژ گرفتم. من ببخشید اونم اینقدر چسبید با آسفالت داشی استکاچ من میگم هیس تون میرفت یهو داشتی میگرفتم ترمز میگرفتم. جدی دارم میگم تون میرفت یهو میگرفتم ترمز بگیره حاجی. من آروم میکردم. حاجی اعتراف حاضر چی میخوای بدونی؟ بگو حاجی همه چی گفتم. واقعا من ولی دیگه من هر روز اینجا جدی من میشه هر روز بیام اینجا، هر روز بیام اینجا. یه چیزی بگم، کین سوربا ببینه دهن سرویس به کین سوربا تقصیر عموسا به خدا. خیلی به من چسبید واقعا. تجربه عجیب غریبی بود تو زندگی من. دم واقعا بچه‌ها گرم. همینا هم بچه‌ها پشتم، کسایی که پشت موتور نشسته بودن، کسایی که از بمیرن. من که داشتم میمردم. آقا پدرام، علی و اون یکی دو تا واقعا علی زمان. بعد خودش چیز جالبه، آقای علی زمانی به من اطمینانی که موتور بیرون داد به من. خودت راحتی حالا گرفتم چند فوتاژ من افتاد. برو من موتور ازش گرفتم برای یه موتور خیلی قوی. ببینم موتور چقدر دلت میخواد بخریش؟ اینو بیام در حد واقعا بخرم. گفتم اگر این ویدیو بخوره 20000 تا لایک بگیره 22000 24 دست و 24 دست داداش واقعا میگی؟ ببین چش نگاه می‌کردی بی ام ور دوست داشتی اچ تو رو بگو خدا من باش تو بچه‌ها تو کامنت ها به جای بجز مالامنته بنویسید اچ تو یا بی ام. واقعا اینو باید بگید. عاشقتون. یه تشکر ویژه دیگه باید بکنم. آقا
آقا مهدی که اصلا ببین واقعا رو دستش نیست. من اینجا توی قاب بیام. آقا مهدی مالامنته. آقا مهدی نه مالامنته سیسه چیه؟ اسم ما سته است. مالامنته ترکیب ما سته میشه مالامنته. فوش بدیم ولی واقعا اگر یه وقتی خواستین چه من ماشین گذر بگیرید یا هر چیزی بگیرید بیاید اینجا پیش بچه‌ها. مالامنته. ماشین چیزای عجیب غریب. اینجا خونه آخر چیزای عجیب غریب. جیشو در میارن. جی قصدشون چیه؟ همتون میگم مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. تا مالامنته بعدی تمام. بدرود. عاشقتون.